عرض ادب و احترام خدمت خیلی مخلصیم. ارادت محمد ابراهیمی هستم. آقا اومدم من نظرم بورس باز نیست، ولی اومدم نظرم در مورد بورس بگم. حالا خدا داند درست یا غلط. امیدوارم که درست باشه و اگرم ایرادی دقیق تحلیلم میبینید بگید حتما، خواهشم. اول با اجازه بریم یه دست آپدیت دیگه در تحلیلی که حالا میشه گفتم پارسال پارسال بود دیگه، 5 ژانویه پارسال دادم و همون موقع آپدیت کنیم با اجازهتون، که البته بخشیش هم غلط در اومد دیگه. تحلیل قبلی پیش بینی کرده بودم که حالا شاید از داخل اینجا شاید راحت‌تر باشه. اینجا پیش بینی کرده بودم که یه موج بیاد پایین داخل این محدوده، این گرهه و حرکت کنه بیاد تا اینکه چیز نشه، از اینجا بیاد برای از اینجا بره تا برای چیز که حالا میخواید ببینیم شده یا چقدر شده. بعد از اینجا بره برای این ناحیه که فکر کنم نشده، چون من کلشو میاد این محدوده دست بالا کلشو مدو نیمه بالاییشو میگرفتم، دست این گره بوده و بعد بالاییشو میگرفتم. اون زمان خب کمتر تیرکس هاتی میکردم، الان تیرکس هم بیشتر که حالا اینا این محدوده و قسمت بالایش دیگه، نیمه بالایش داخل اون تصویر. من اینجا رو فکر کنم گرفتم که این عملا اون داخل اون تصویر این کار نکرده. داخل هم نیمه بالایی 50% اینو میگه. بازم خوب بوده، چون هدف بوده اینا، کارم بازم خروج خوبی بوده دیگه. حالا ولی به حال این جواب 50% که مثلا فرض کنیم میشه این بوده تحلیل. ولی خب من یه ذره خب اشتباه کردم دیگه داخل اون تحلیل قبلی. بعد حالا چرا اونو پاک کردم؟ حالا که من اینو پاک کردم دیگه کار نداریم. بعد تحلیل کردم که میاد پایین، اینجا خیلی خراب کردم در عملا. تحلیل کردم که میاد مثل به این گره و میاد اینا هانت میشه، ولی خب این اتفاق نیفتاد و اومد یه دونه هوک زد. حالا یه دونه تقریبا شو گفت 1 1 2 2 و 3 یه هوک اینجا زد و بعد یه صعود شروع شد. این اتفاق عملا نیفتاد که امیدوارم تصویرتون اینا الان این خراب شد، امیدوارم اذیتتون نکنه. عملا اینجا همون تحلیلم اشتباه بود، اینجا هوک شد و رالی شروع شد. من انتظار داشتم که مثلا بیاد و این پایین رو بیاد از این گره شروع کنه بره بالا، خب نشد. یه هوک زد و رفت رالی. بعد اینجا پیش بینی کرده بودم که اولا انتظار داشتم خیلی زودتر برسیم، در نظر زمانی خب خیلی لفت. به خاطر اینکه انتظار داشتم که از اینجا مستقیم بیاد پایین، منتها چون مستقیم نیامد پایین شد هوک دیگه. اگه مستقیم میاد پایین به اینجا میرسیدیم، مستقیم نیامد و هوک تشکیل داد. بعد که اومد اینجا و شرکت به صعود، من فکر کنم یه جایی رو دقیقا نمیاد کجا بود، یه جایی رو معرفی کرد، نه نمیدونم، یه مطمئنم اینو معرفی کردم یه همچین جایی رو، اینا که مطمئنم گفتم. حالا تصویرش متاسفانه نیستش که حالا دقیقا شدم این بود، نمیدونم یه گره مواجه اینجا بود، حالا دقیقا نمیاد. ولی خب گفتم محدوده اینه. البته فکرم یه دونم اشتباه اینجا فکرم گفتم، یعنی یه دونه تحلیل اشتباه مطمئن اینجا داشتم، ولی خب بعدش اومدم گفتم
که سطح فیلیپ اینجا داشتیم، حالا دقیقات هم نمیاد کجا رو گفتم، حقیقتش بخوام نمید یادم نمیاد، ولی یه همچین جایی رو معرفی کردم. فیلیپ هم مطمئنم بود که اومد واکنش داد، درست بود، یعنی درست تشخیص دادم اینو. ولی خب بازم یه انتظار داشتم بیاد به اینجا و نرسید. اولا این خرابکاری ایجاد شد که به محدوده مد نظرم بود نرسید. و میگم انتظار داشتم خیلی سریعتر برسه به اینجا و به طب انتظار داشتم خیلی سریعتر سود شروع بشه و به طب خیلی سریعتر به این ایداد بازم این رو چیز کردم. انتظار داشتم که خیلی سریعتر به این خط چیز برسیم، از این خط داینامیک برسیم. همچنین انتظار داشتم که به این واکنش به این سقف خیلی واکنش خاصی نداشته باشیم که حالا اینا دیگه، اینا انتظار داشتم واکنش خاصی نداشته باشیم که حالا اون متاسفانه دیرتر رسید، خیلی دیرتر رسید. واکنش ولی نداشتیم. وقتی به این خود برخورد داشت ولی کمتر اصلاح کرد، یعنی انتظار داشتم اصلاح کنه بیاد پول بک بزنه به این و بعد اینا جلو رفتن. من انتظار داشتم که مثلا بعد از برخورد به این بیاد پول بک بزنه و بعد بره برای 3 میلیون، ولی خب نکرد. خیلی میزان اصلاح ایداد، خیلی اصلاح کمی رو زد. خب این گرایی هم اون زمان تشکیل نشده دیگه. خیلی اصلاح کمی کرد، حرکت کرد به سمت 3 میلیون. حالا به 3 میلیون دقیقا نرسید. اونجا حالا شما بپذیرید از من این رو، بلا تقریبا 50,000 تا اختلاف چیز زیادی نیستش. به حال اومد به 5 میلیون رسید و دوباره اصلاح رو به 3 میلیون که با 50,000 تا اختلاف رسید و دوباره اصلاح ایجاد شد. البته انتظار قبلا داشتم که بیاد به 3 میلیون برسه، پول بک بزنه به این و بعد بره برای بالاتر و بعد از اونجا دیگه به حال تصمیم بگیره. یا البته من اون زمان دیدگاه هم نزولی بود. اونجا انتظار مثلا 80% 70% انتظار داشتم که ریزش اینجا دیگه ریزش ایجاد بشه و یک ریزش غیر منطقی اینجا هست دیگه، یک ریزش غیر منطقی ایجاد بشه که خودم دلیل منطقش رو نمیدونستم، ولی خب به حال همچین تحلیل میدیدم به دلیل که بعد اون دوهای پایین چیز بشن. نه این چینه مثل یه عرض دیگه چیز دیگه است و بیاد چیز بشه، بیاد این یک های اینا بیاد این از قوس فلگا اینا خورده بشه و بیاد به اینجا برسه. در نهایت که خیلی غیر منطقی بود، ولی خب اون زمان فقط چون صرف تکنیکال میگفتم اینو میدیدم. منطقه طبق چیز اتفاق نیفتاد، طبق اون تحلیل اتفاق نیفتاد. یعنی مثلا اونجا میگم اینجا تحلیل اینطور بود که تری درایو بزنه، بیاد 1 2 3 پایین روند بزنه، ولی 1 2 3 پایین روند نزد. اینجا اصلاح کمی زد و چیزی که اتفاق افتاد عملاً یه دونه الگوی ادامه دهنده و حالت شکست‌طور داره اتفاق افتاد. حالا بذارید الان این نشون میدم دیگه کلا کنسل دیگه، تمام دیگه این نیستش. چیزی که عملاً اتفاق افتاد، تصویر رو اینقدر بالا پایین کردم دیگه ترکوندم به خود دستم، از عمد نیست. اگه ببینم به درد نمیخوره از نو میگیرم. امیدوارم عصبی نشید. خیلی چیزی که داره اتفاق میفته نقل لایو بازار اینجا دارمش.
یه دونه الگوی 1 1 2 2 1 1 2 2 البته ما به اینجا حقوق داشتیم دیگه، هوک رالی. ما بعد رالی ها دوباره 1 1 2 2 داریم دیگه، نه هوک رالی 1 1 2 2 بعد حالا دوباره رالی 1 1 2 2 اینا. البته باز تصور فعلی من این که 1 1 2 2 ممکنه مثلا بیاد بشه 1 1 2 2 بعد مثلا بره 3 مثلا هوک بزنه دو بعد رالی. ممکنه مثلا بیاد 1 1 2 2 بعد مثلا بیاد 3 یه هوک مثلا نوع بی بزنه دوره رالی. ولی در کل انتظار رالی دارم و انتظار اولی هم اینه که هوک باشه، 1 1 2 2 باشه. خب پس انتظار کلی اون چیزی که الان انتظار دارم اینه که این هانت این بشه و حالا اگه بخوایم گره البته شاخص مثل این که خیلی اینجا از دیگه من دیگه جرئت نمی‌کنم دیگه با گره ها خیلی چیز کنم، این مدرسه گره باشم، خیلی مثل این که چیز نیستش، خیلی موبایل قضیه وجود نداره که حتما بخواد به این گره برسه. ولی به حال یه گره اینجا داریم، یه دونه هم گره 50% اینجا رو داریم، یا مثلا همین مقاومتی که شکسته شده و حالا میتونه پول بک بزنه، ممکنه بیاد بهش پول بک بزنه. یعنی یه دونه گره هم اینجا داریم، گره 50%، حالا 50% چی حالا میگم جلوتر. ولی میگم با هاند شدن این میشه ورود کرد. یه دونه هم اینجاست که میتونه به حال یک مقاومتی که شکسته شده میتونه بهش قیمت پول بک بزنه و بعد شروع کنه به سود. این 3 میلیون هم که هیچی دیگه کارشو کرده به نظرم. این هم که هیچی، این هم از هم کارشو کرده اگه قدرشو بخواید. این کاری که باید میکرد، عملا کاری که باید میکرد یه تصفیه باید ایجاد میکرد که تصفیه کرد دیگه. یعنی الان کل این ماجرا یه تصفیه است، حداقل یه تصفیه. 33 بزنیم، یه تصفیه هم گره دیگه. برمیگم به حال با هانت این و یا داخل این گره ما میتونیم یک ورودی لوگاریتمی هست که نه نیست. خب به حال اینجا میتونیم ما یه ورودی داشته باشیم. این هم گره 50 است. خب این از این. من بیام اینجا که همین دوتا گره ها و اینا. ولی خب هدف کجا؟ هدفش ببینید اگر بخوایم NDSC تحلیل کنیم، این یه دونه چیز دیگه، این یه دونه ABCD دیگه هدفش. حالا چون کفش معلومی هنوز معلوم نیست. حالا فرض کنید اگه بخواد از همین گره بیاد مثلا از اینجا یه دونه میتونه باکس بره بالا، اگه مثلا از اون پایینی بخواد یه دونه باکس میتونه بره بالا. در کل یه دونه باکس میتونه بالا سود میتونه داشته باشه. یعنی چند واحد؟ نزدیک فقط 900 خورده‌ای بود، نزدیک 939 واحد دیگه. ما 939,000 واحد دیگه ما حالا از این گره یا این گره حالا معلوم نیست میتونیم انتظار صعود داریم. این NDSC یعنی AB مساوی CD و اینا. از نظر تیرکس بخوام نگاه کنم، حالا یکی دیگه از دلایلی که حالا تغییر نظر دارم این که این پارسال شکست صورت نگرفته بود، دیگه ژانویه تحلیل کردم، ولی الان شکست صورت گرفته. یعنی این شکسته شده، این شکسته شده. یعنی اون زمان شکست اتفاق نیفتاده بود. و منم یه ذره گفتم تیرکس هم کمتر بود اون زمان، کمتر این بخش داخل تحلیلام تیرکس کمتر نقش داشت. به طب من این شکست رو ندیده بودم، خیلی NDSC تر میدیدم و فکر می‌کردم که مثلا بعد بیاد این کفو بخوره و اگه شده همین کفو بیاد مثلا این کفات بخوره و اینا. حالا خب تحلیل چیز بود، اشتباه در اومد.
یا شدم این کف بخور یادم نمیاد. به هر حال تی ایکس هم کمتر بود. الان که تی ایکس هم میشه خب میدونم که این شکست صورت گرفته، این کلوز داده، فول بادی فلان اینا همه چیز شکست تا گفته این کامل شکسته. اینجا یه دونه گره 6 ماه هست که تیپی یکش ایتیا خب 391 48 7 13 ضرب در 3 یعنی تیپی اولین تیپی که متصوریم 1,174,000 واحده. 1,174,000 واحد. حالا چه از اینجا انتظار صعود داریم که صعود کنه دیگه. این هم هدف تیرکسی. و حالا پامو چیز کردم، اون پی دی اف رو بستم، ولی همونطور که دیدید هوک رالی، اون 1122 رالی 1122 رالی فلک، یعنی ما در 3 تا رالی داریم. این رالی یک دیگه، 1122 به نظر من میتونه 1 باشه، امیدوارم لااقل 1 باشه. یعنی 2 تا رالی دیگه داریم، یعنی تیپی درسته هدف بعدی ما تیپی 3، ولی ممکنه تیپی 7 رو هم بعد از حالا یه اصلاحی یه درجه‌ذری ممکنه حتی تیپی 7 رو هم بریم ببینیم، یعنی 2 میلیون خورده اینا. ولی فعلا همین 1,170,000 خورده ای تا هدفی که تیرکس میاد میگه. این هم گفتم 900 خورده ای تا ای بی سی دی. اون تو فارغ از این نکته که باید ببینیم که اینجا البته درست کار کرده، شاید دیگه قرار نباشه دیگه کار کنه، ولی به هر حال اینجا ما یه دونه اسپایک داشتیم، یه دونه اسپایک سالانه بوده. یه دونه اسپایک سالانه هست درست از اینجا. یه دونه اسپایک سالانه است که سطح اولش اینه که عملا اومده این کار این برخورد کرده به اصلاح نشده، بخاطر این بعید میدونم این 100 دیگه کار کنه. شاید هم کار بکنه، نمیدونم، خیلی حقیقتا نمیدونم. ولی مسئله اینه که اینجا ما یه دونه دوباره اسپایک 3 ماهه داریم. این هم بازی که اسپایک 3 ماهه هست که این هم همون تقریبا سطوحو میده، به خاطر همین نمیشه نادیده گرفت. یه دونه همچین سطوحی رو داریم به خاطر همچین سطوحی رو داریم به خاطر این اسپایک ها. ولی تیپیش رو از عملا بخواید بگم، گفتم عملا از نگاه NDS 900 خوردی از نظر تیرکس، چون گره 6 ماه 3 تا ATR 6 ماهه که 1,100,000 خوردی و یکم 900,000 خوردی. حالا از این کف، حالا کفش هر جا که تشکیل بشه میتونه بالا بره. این هم از خب این محدود اسپایک کنم بگه ذره مراقب باشیم دیگه، به حال خطرناکه. این از اون تحلیل تیرکس و اینا. میمونه یه بحث تحلیل مثلا بنیادی و تحلیل ارزشی و اینا. من که تحلیل بنیادی بلد نیستم، من فقط تکنیکال بلدم. تکنیکالی هم که بلدم، ولی مثلا بخوایم مثلا جمع ارزشی پیدا کنیم، شاید نسبت شاخص به دلار شاید مثلا بشه به جنبه ارزشی پیدا بکنیم. من این خودم داخل ماهانه کشیدم حقیقتش بخواید، و وقتی که داخل یه تایم انجام میدید، یعنی داخل حالت داخل این حالت نسبت تحلیل میکنید، به این نحوه که کلوزها رو میاد به هم دیگه چیز میکنه،
نسبت به هم تقسیم کرد. پس یعنی هرچند شما تایم پایین‌تر برید دیتای بیشتری دارید. مثلا فرض کن به تایم هفتگی 4 تا کلوز رو میاد در طول ماه میاد به هم وصل میکنه، دیتای بیشتری دارید. مثلا اینجا هیچ دیتایی نداری الان این تهش. اینجا یه گره بود، من انتظار داشتم که این تحلیل خیلی منتشر نکرده بودم، ولی خب خیلی وقت دیگه، خیلی وقت بود که اینو مثلا این تحلیل مال الان نیست، خیلی قبل تحلیل انجام داده بودم. انتظار داشتم به این محدوده برسه. البته صادق باشم دیگه، چون انتظار داشتم که اون بالا چیز اون کفش بخوره، انتظار داشتم اینجا مثلا کفش بخوره، ولی خب نیفتاد. اینجا یه گره بود، انتظار داشتم به این محدوده برسه و صعود شروع کنه. یک خط روند تورم، یک تریگل لاین تورم حالا کشیده بودم که اومده قیمت برخورد. میدونم منطقی شاید نباشه، کلا من خیلی موافقه این که رو چارتی که ارز رو خودش معامله انجام نمیشه و ارز و تقاضا وجود نداره موافق نیستم که تحلیل انجام، ولی حالا دیگه بازی میکنیم، شوخی میکنیم، یه نوع شوخی، یه بازیه که تقریبا رسیده به این خطه و اصلاح شروع شده. ولی به طور میانگین اکثرا نگاه کنید شاخص عملا اینجاها، یعنی داخل این محدوده ها واکنش خیلی دقیق، خیلی قوی داره. روی 44 23 روی 53 اینا براش عددهای مهم میان، اینا به مراتب خیلی مراتب مهم، عدد مهم میان براش. و به نظرم اگه قرار باشه صعود بکنه، ما وقتی الان در محدوده در فاز صعودی هستیم، به نظرم تا قبل از رسیدن به این محدوده خیلی جالب نیستش که بخواد اصلاح شروع بشه، بخواد زودتر از این موعد، بخواد قبل از اینکه بخواد به این محدوده هایی که براش مهم بوده بخواد اصلاح کنه. برام یه ذره عجیبه، یه ذره برام سوال پیش میاد که چرا. منطقی اینه که برسه به محدودایی که مسئول با خودش بود، محدودی که شاید یه ذره گرون بوده یا ارزون بوده، یه ذره شک شده، برای شک پیدا شده که من الان چیکار کنم، من الان بالا برم پایین بیام چیکار کنم. محدودی که براش اهمیت بیشتری داشته، ترجیحم اینه که داخل این محدوده ها این قرار اصلاح اتفاق بیفته، داخل شاخص داخل این محدوده اصلاح ایجاد بشه، نه داخل این کفی هنوز خیلی نسبت به، یعنی الان تقریبا خیلی نزدیک به همون زمانی که شاخص شروع به اصلاح کرد از نظر ارزشی. آقا اینجا شروع کرده دیگه. نزدیک به لحاظ ارزشی واقعا نزدیک همین کفی، یعنی الان منطقی نیست اصلاح بخواد بکنه، اصلاح خیلی بد بخواد بکنه. پس من موافق اصلاح به لحاظ ارزشی خیلی موافق نیستم که بخواد اصلاح انجام بشه. و حالا بریم تا این پایین که جزئیاتی بیشتری بده و میتونه بره. و میدونم منطقی نیست ولی فرض، ولی حالا دیگه این میتونه تا بخوایم اینطوری کنیم، مثلا تا با فرض اینکه دلار ثابت بمونه، با فرض اینکه دلار ثابت بماند، همین حد هم بمونه، کمتر چی بیشتر نشه، حداقل میتونه 1 برابر همین میزانی که حالا اومده بالا بره، که خودتون هم بهتر میدونید. این تا اینجوری هم تا چون اونجا سقف اینجا سقف که میشونید همون 4 خوردی که میدونید دلار میره بالا قطعا، پس این عدد هم میتونه چون نسبت دیگه اون بره بالا این میاد پایین. یعنی اگر شاخص ثابت بمونه دلار بره بالا، این عدد پایین تر میاد. اگر دلار بالا بره اگر دلار پایین بیاد این ثابت بمونه، این عدد میره بالا. اگر دلار ثابت بمونه این بره بالا، این میره بالا. اگر دلار ثابت بمونه این بیاد پایین، این هم میاد پایین. نسبت اگر جفتشون با هم برن بالا، بس یه کنش بیشتر بره بالا. اگر جفتشون با هم بیاد پایین، بس یه کنش بیشتر بیاد پایین. با توجه به اون این بالای پایین میشه. ولی میگم اگر مثلا دلار ثابت بخواد بمونه، مثلا به لحاظ ارزشی میتونیم ما مثلا تا 4400 حتی بریم. اما میگم تی پی آی مثلا 7 واقعا عدد شدنی منطقی، هم NDS میگه 2 تا رالی دیگه میتونیم داشته باشیم، هم به لحاظ ارزشی اگه بخوایم به این محدوده برسیم
به این محدوده ها بخوایم برسیم میتونیم بالا بره. همین که اون تیپی 7 دیگه به حال تیپی اول فعلا چیز خیلی الان دیگه خیلی همون تفاهمی همون در حد تیپی 3 میشه که فعلا روی حواسمون به تیپی 3 باشه نه بیشتر. خیلی دیگه دنبال تیپی بیشتر نباشیم. اینم اسپایک بود، اینم گره 50% بود، گره 50%. اینم گره 1/3 حالا تصفیه و حالا اینم که شکست و پول بک و فلان و اینا. میمونه تنها نکته که حالا شاید هنوز اهمیت داره یا نه، اونجا من داخل این تحلیل من یه دونه ستاپم معرفی کرده بودم برای شاخص که البته عملا میشه گفت کار نکرد. این عدد 90 البته من اینجا 92 زدم ولی 90 این 90 داخل این بحثش چیزی که این فقط حالا 90 یه RSI 90 که بیاد از بالا و بالا بیاد بشکنتش، یعنی از بالا بیاد مثلا پایین. البته این سرور منم نیستش، ندزدمش، برای یکی از اساتید و بزرگواران تاجای سر خودم در که در فعال بورس هستن مال من نیست که حالا اگر بیاد بالای 90 و بشکنه به سمت پایین اون سیگنال فروشه که این کار البته تا نزدیکیاش اومد ولی نشد، ولی اتفاق نیفتاد و این البته 14 بود، حالت 14. خب واگرایی داشت و اصلاح اینا. میگم اون ستاپم که گفته بودم با یک اختلاف خیلی ریزی اتفاق نیفتاد و تا حالا ما واگرایی داشتیم ولی خب با توجه به اینکه من منتظر دادم که این هانت بشه احتمالاً این واگرایی احتمالاً این واگرایی از بین میره و یه واگرای دیگه که میشه به وجود بیاد اینجاست که مثلا قیمت یا حتی این، یعنی این قیمت بیاد که البته خودم حقیقتا اینو مد نظر من دیگه خیلی نباید بیاد پایین که این قیمت که این کفا خیلی دور نمیزنه، منطقی نیست این عدد بزنه ولی یا رسمی میتونه این عدد بزنه که فکر کنم واگری تو این بالاتره. بذار نگاه کنم این واگری حالا داخل RSI نه داخل 8 بذار با چیزش نگاه کنم. حالا این واگری داخل واگری 8 شده اتفاق افتاده. یه نکته‌ای که هست این داخل 8 اتفاق افتاده ولی داخل 16 داخل 14 اتفاق نیفتاده. حالا کدوم درسته نمیدونم و واگری تاییدیه است. حالا هیچ الزامی هیچ قطعیتی وجود نداره که حتما واگری تشکیل شه ولی میدونید که اگر بیاد پایین و واگری تشکیل شه خب خیلی مطمئن تره دیگه طبیعتا خیلی با خیلی راحت‌تر با حجم بیشتر میتونید بزنید. یه بذار 14ش کنم اونجا. نه نیست اونجا، خیلی اون چیزی که مد نظرم بود نیست. خب پس کلیت بحث همین بود دیگه اون تحلیل نزولی کامل از بین رفته، کاملا دیدگاه سعودی دارم. 1-1-2-2 داخل انتظارم این هانت بشه داخل این نواحی، داخل با هانت شدن این یا داخل این ناحیه یا داخل اینجا مثلا پول بک به این خط یا به نفع این گره میتونن قیمت سعودی سود پیدا کنه. اینجا یه ذره بعد حواسمون رو باشه، یه ذره ریسکه به خاطر اینکه اون چیزای سطوح و گام هایی در اسپایک، ولی تیپی ها عملا 900 خوردی و 1,170,000 خوردی اینا تیپی هاست. یه نیم نگاهی هم به این نسبت شاخص به دلار شاخص به تتر داشته باشیم هم بد نیست، خوبه.
میتونه واقعا مناطق ارزون شاخص رو بیاد بهمون نشون بده، یا مناطقی مثلا شاید یه ذره گرونتر شده رو بهمون نشون بده. نسبت دیگه میتونه بهمون نقاطی نشون بده که احتمالاً سود بیشتری خواهیم گرفت از بورس تا از مثلا خود دلار. یا مثلا حالا بعدا میتونید نسبت شاخص به مثلا طلا بذارید و نقاطی پیدا کنید که بورس سود بیشتری بهتون میده تا طلا. من همیشه خودم چیز بودم، یکی از سوالام این بود که چطور مناطقی پیدا کنم که چطور بفهمم که الان وقتشه که طلا بخرم یا وقتشه که مثلا بیام داخل بورس. حتی من بورس بازی نیستم، داخل بورس نیستم و هم توی دیلی دارم الان تحلیل انجام دارم. ولی هم خوشگل قشنگ، حیف 1 میلیون واحد قرار صعود داشته احتمالاً، حیف نگم بهتون. یکی از راهایی که شاید به ذهنم رسید برای این مسئله که الان بفهمم که مثلا الان ممکنه تلاش سود بهتری بده یا مثلا شاخص یا مثلا فرض کن فلان چیز، یکی راهی که به ذهنم رسید الان نمیدونم چقدر درسته، همینه، نسبت شاخص نسبت. ببینیم که به نسبت تحلیل شاخص نسبتشون این میتونه یک چیزی بده، یک دیدی بده که مثلا الان اون مثلا گرون شده، این مثلا بهتره، یا حالا نمیدونم چقدر درسته، شاید هم غلط باشه. به همون ارادت. مخلصیم. ببخشید طولانی شد. ارادت. ببخشید خیلی این تصویر رو خراب کردم. عذرخواهی